در این ویدیو می‌خواهیم به داستان زندگی محمد علی افراشته، داستان نویس، روزنامه نگار، طنز پرداز، شاعر و مؤلف گیلانی بپردازیم. قبل از هر چیز خوشحال میشیم که با سابسکرایب کانال و لایک و کامنت از ما حمایت کنید. اگر علاقه‌مند به دانستن زندگی نامه مشاهیر گیلان هستید، میتونید ویدیوهای قبلی کانال رو هم تماشا کنید. محمد علی افراشته فرزند حاج شیخ جواد مجتهد بازقلعه‌ای است که در سال 1287 شمسی در روستای بازقلعه سنگر از توابع رشت به دنیا آمد. پدرش در جامعه اهل علم کم و بیش ثروتمند و نفوذ و کیابیایی داشت، ولی مادرش یک دختر ساده روستایی بود. از این رو تا پدر زنده بود محمد علی اجازه پا گذاشتن به خانه رسمی پدر نیافت و شاید همین انگیزه سبب گرایش بیشتر او به مادر و محیط روستای خانواده مادری گشت. افراشته پس از فرا گرفتن تعلیم و تربیت توسط مادرش و نیز اندکی پس از فراغ از تحصیلات مقدماتی وارد خدمات اجتماعی شد و دوره تحصیلاتش رو ناتمام گذاشت و ناگزیر به شغل‌های مختلفی دست زد که غالباً با روحیه‌اش سازگار نبودند. او با دلالی، فروش گچ، شاگردپادویی در شرکت‌های ساختمانی، دلالی بنگاه‌های معاملات ملکی، کار در شهرداری به عنوان معمار، آموزگاری، هنرپیشگی تئاتر، مجسمه سازی، نقاشی و خلاصه روزنامه نگاری و شاعری و نیز مدیریت و سردبیری روزنامه فکاهی چلنگر گذران زندگی می‌کرد. در خلال همین سالها افراشته جوان با ذوق و احساسی پرشور و دلی آکنده از محبت و بشردوستی و نفرت از استعمارگران و کارفرمایان و مالکین واقعیات تلخ روزگار خود را از نزدیک تجربه می‌کرد و کینه او نسبت به عاملین این شرایط ضد بشری بیشتر می‌شد. به تدریج افراشته بر اثر کسب تجربه و مطالعه در کتابخانه تازه تأسیس جمعیت فرهنگ رشت به سال 1295 شمسی و با اتکا به ذهن پرسشگر و روحیه سرشار از آزادگی خیش با عناصر اصلی فرهنگ و آداب و رسوم مردم گیلک آشنا شد و پیوندی معنوی پیدا کرد. در همین ایام کشمکش‌های سیاسی محمد علی جوان را که سری پرشور داشت به میدان سیاست کشاند و قریحه شاعری را در او برانگیخت. وی فعالیت‌های قلمی‌اش را در سنین نوجوانی با نوشتن اشعار گیلکی برای روزنامه‌ها و مجلاتی که در رشت منتشر می‌شد آغاز کرد. چونان که در مدت کوتاه اشعارش در رشت مکرر به چاپ می‌رسید و با نام راد بازقلعه‌ای شهرت یافت. محمد علی افراشته در نخستین کنگره نویسندگان ایران که با حضور عده‌ای از شعرا و نویسندگان ایران و شوروی در سال 1325 شمسی تشکیل یافت با ملک الشعرای بهار، علی اکبر دهخدا، صادق هدایت، دکتر پرویز خانلری، احسان طبری، نیما و جلال آل احمد آشنا شد. افراشته در این کنگره 2 قطعه از اشعارش به نام پالتو 14 ساله و شغال محکوم را قرائت کرد. شاید این چند برگ نخستین فرهنگ گیلکی در تاریخ این زبان باشد. گویا به تاریخ 5 خرداد 1314 قرارداد تألیف واژه‌نامه‌ای بین وزارت اوقاف و میرزا محمد علی خان رادبازقلعه‌ای محمد علی افراشته تدوین می شود که طی آن افراشته متعهد می شود تا پایان دی ماه همان سال 3000 لغت گیلکی را با خط خوانا و با اعراب نوشته و معنای هر واژه را به فارسی معمول در کنار آن بیاورد و در ازای این پژوهش 1500 ریال دستمزد دریافت کند. میانه تألیف اثر گویا افراشته به خدمت نظام وظیفه فراخوانده می شود و نمی تواند در موعد مقرر کار را تمام کند. لذا 4 ماه مهلت می‌خواهد کار را به اتمام می‌رساند و اثر به کتابخانه فنی وزارت صنایع مستظرفه سپرده می‌شود. هرچه هست این را شاید بتوان نخستین فرهنگ گیلکی به فارسی دانست. افراشته در کنار آوانویسی هر واژه برای برخی واژگان طرحی هم می‌زند و در انتها تعدادی ضرب‌المثل گیلکی را هم می‌آورد. محمد علی افراشته در 19 اسفند ماه 1329 شمسی روزنامه نوظهور فکاهی سیاسی و اجتماعی چلنگر را به منظور تنویر افکار و ترویج تجدد و آزادی خواهی با شعار بشکنه قلمه دست اگر پیچی از خدمت محرومان سر در تهران بنیاد نهاد. این روزنامه که در شکل و محتوا با معیارهای رایج روز یکسره متفاوت و مغایر بود، به مدیریت و سردبیری افراشته هفته 2 شماره در تهران و در قطع 25 در 35 یک رنگ در 4 صفحه به قیمت 2 ریال انتشار یافت. افراشته تعریف می‌کرد وقتی می‌خواستم روزنامه منتشر کنم روی انتخاب نام روزنامه خیلی فکر کردم و در این مورد با دوستان دور و نزدیک به مشورت پرداختم. در این میان هر کسی به ذوق و سلیقه خود نظری داد و نامی انتخاب کرد.
مرحوم صادق هدایت نام چلنگر را به من پیشنهاد کرد. من آن را پسندیدم و روزنامه را با این نام منتشر کردم. روزی که این روزنامه منتشر شد من قرار و آرام نداشتم. از این خیابان با آن خیابان و از جلوی بساط این روزنامه فروش به بساط آن روزنامه فروش میرفتم و به دست مردمی که روزنامه میخریدند نگاه میکردم تا ببینم روزنامه مرا چقدر میخرند. غروب همان روز به کافه فردوسی خیابان استانبول که پاتوق هدایت و سایر دوستان بود آمدم. هدایت هنوز نیامده بود ولی چند تن از روشنفکران و کرسینشینان کافه فردوسی جمع بودند. با دیدن من هر کدام به نوعی اظهار نظر کردند ولی اکثریت این گروه روزنامه مرا نپسندیده بودند و میگفتند سوژه ها و مطالب آن پیش پا افتاده است. من هم مثل بچه‌های یتیم و کتک خورده پشت میز کس کرده بودم که هدایت آمد. از دور به طرفم آمد، مرا بوسید و انتشار چلنگر را تبریک گفت. پس از چند لحظه گفتم این برو بچه‌ها از روزنامه من خوششان نیامده. خنده‌ای کرد و گفت شانس آوردی، اگر اینها از روزنامه تو تعریف می‌کردند بد بود و من ناامید می‌شدم. روزنامه تو مال اینها نیست، مال مردم جنوب شهر و زاغه‌نشینانی است که فقط 2 کلاس اکابر سواد دارند. زبان چلنگر ساده و جدی و کاملاً بدور از شوخی‌ها و لفظ رایج در سایر مطبوعات بود و طنز آن در محتوا و موقعیت‌هایی که در بطن مطلب جریان داشت ظاهر می‌شد. مطالب آن جز یک داستان که یا به قلم خود افراشته بود یا محمدی نام تماما شعر بود. چلنگر بارها و بارها توقیف شد و یک بار نیز محل اداره آن که همان خانه مسکونی افراشته و زن و فرزندش بود به غارت رفت. با این همه چلنگر تا کودتای 28 مرداد ماه 1332 انتشار یافت و پس از آن افراشته ناگزیر متواری و زندگی مخفی را شروع کرد. او آنقدر در زندگی با مردم محروم جامعه عجین شده بود که در دوران زندگی مخفی خود در تهران به ندرت در خانه می‌ماند. او که به فن گریم و هنرپیشگی تئاتر آشنا بود، هر روز در قیافه و لباسی مبدل به میان مردم می‌آمد. در حالی که مأموران در به دنبال او می‌گشتند، او در بهار تربچه، پونه و چاقال بادام می‌فروخت و در شب عید ماهی‌های زنده و کوچک را برای 7 سین به مردم عرضه می‌کرد. به دنبال کشف سازمان نظامی حزب توده و دستگیری عده زیادی از آنها، دوستان افراشته نسبت به جان او بیمناک شده و با کمک حزب او را از ایران خارج کردند. افراشته در سال 1334 در حالی که خود را به هیئت یک تاجر گریم کرده بود، طی یک سفر اجباری به شوروی و بعد از انصراف از اقامت طولانی در مسکو رهسپار کشورهای بالکان از جمله بلغارستان گردید. افراشته در مهاجرت به فاصله 1-2 سال زبان بلغاری را فرا گرفت و توانست داستانهایی به زبان بلغاری بنویسد. او قبل از آموختن زبان بلغاری نیز با دیمیتار بلاگوف طنزنویس بلغاری آشنا شد. این طنزنویس به زبان ترکی هم مسلط بود. افراشته داستانها و اشعار خود را به زبان ترکی برای او ترجمه می‌کرد و او آنها را از ترکی به بلغاری برمیگرداند. ضمناً افراشته در تمام مدت اقامت در بلغارستان با روزنامه فکاهی اوسترشل به معنی زنبور قرمز همکاری داشت. افراشته در بلغارستان داستان دماغ شاه را نوشت. داستانها و نمایشنامه‌های افراشته نیز مانند اشعار او از زندگی مردم محروم جامعه مایه می‌گیرد و اختلاف فاحش طبقاتی را به تصویر می‌کشد. آثار افراشته قبل از مهاجرت همگی در روزنامه چلنگر چاپ شده است. همچنین 40 داستان و نمایشنامه‌ها، تعزیه‌ها و سفرنامه طنز پشت پرده قو و اشعارش به کوشش نصرالله نوح گردآوری و انتشار یافته است. علاوه بر آنچه ذکر شد، برگزیده اشعار فارسی و گیلکی افراشته به کوشش و گردآوری میم الف بهازین 1358 و گزیده ادبیات گیلکی 1358 و گیلان در قلمرو شعر و ادب 1355 توسط شادروان ابراهیم فخرایی گردآوری و انتشار یافته است. مقالات و خطابه‌های گوناگونی با امضای افراشته و یا مستعار راد بازقلعی، معمارباشی، چلچه‌زاده، رادقلعی در مجلات و نشریات گوناگون باقی مانده است که به همین مختصر از آنها می‌گذریم و به سراغ نمایشنامه و تعزیه‌های وی می‌رویم. نمایشنامه نویسی نیز از جمله رشته‌های مورد علاقه افراشته بود. افراشته در سالهای جوانی مدتی در تئاتر کار کرده بود و می‌دانست که یک نمایشنامه خوب چقدر در بیداری تماشاگران اثر دارد. به همین جهت سوژه‌هایی را که برای نوشتن نمایشنامه مفید تشخیص می‌داد به صورت پی‌اس در می‌آورد. آنچه مسلم است با نگاهی به آثار و سال نگارش آنها پی میبریم که ذوق نمایشنامه نویسی زود به سراغ افراشته آمده و این کشفی بود که به گفته خودش در سالهای جوانی که در هنرپیشگی تئاتر کار میکرد بدان دست پیدا کرد. افراشته را به حق طنزنویس واقعیات ساده روزانه عصر خویش دانستند. طنز افراشته طنز فرو ریختن ارزش هاست.
بی‌محابا به تمام ارزش‌هایی که اشراف و ثروتمندان پولپرست برای خود ساخته و پرداختند حمله می‌کند و آنها را بی‌ارزش جلوه می‌دهد. افراشته با نوشتن نمایشنامه‌های کمدی اجتماعی و انتقادی عمیق که نشانه بینش سیاسی و اجتماعی اوست، توجه تمام محافل ادبی تهران را به خود جلب کرد و به نویسندگان و شاعران روزنامه‌های تهران درس تجدد و آزادی‌خواهی داد. نخستین نمایشنامه افراشته اثری است تحت عنوان کمدی اخوی‌زاده که در اسفند ماه سال 1326 انتشار یافت. کمدی اخوی‌زاده قبل از چاپ در چند جا به نمایش درآمد و در خرداد ماه سال 1325 از رادیو تهران پخش شد. در سال 1330 نیز در سالن کانون جوانان دموکرات ایران و کانون هنرپیشگان پیروز در تهران و گیلان بر روی صحنه رفت که فوق‌العاده مورد توجه و استقبال قرار گرفت. شوهر خواهر نمایشنامه بعدی افراشته است. این اثر به لحاظی موفق‌ترین و در عین حال بحث برانگیزترین نمایشنامه وی محسوب می‌شود. از دیگر متون نمایشی افراشته که چاپ شده و آنهایی که هنوز فرصت چاپ و نمایشش فراهم نیامده، میتوان کمدی مسخره‌بازی، کمدی خودکشی و هرج و مرج را نام برد. تعزیه نیز یکی از قالب‌های هنر سنتی ایران است که در آثار افراشته جای چشمگیری دارد. نخستین تعزیه افراشته اثری است تحت عنوان تعزیه در بخشداری که در شماره دوم سال اول روزنامه چلنگر انتشار یافت. پس از افراشته شاعران و نویسندگان بسیاری در قالب گفتارهای گیلکی و نمایشنامه‌های فکاهی سیاسی و اجتماعی در صحنه‌های تئاتر اشعاری سرودند، اما هیچ یک افراشته نشدند. افراشته در آخرین سال زندگی خود مجموعه ای از آثار طنز خود را تهیه کرده بود که با عنوان دماغ شاه در صوفیه بلغارستان منتشر کند، ولی متاسفانه زندگی به او امان نداد. این مجموعه پس از مرگ افراشته در بلغارستان منتشر شد. محمد علی افراشته 4 سال عمر خود را در صوفیه به سر برد و در حالی که ذهنش سرشار از خلاقیت و قلبش مالامال از عشق به مردم رنجیده بود، بر اثر سکته قلبی در 15 اردیبهشت سال 1338 در بلغارستان درگذشت و دور از وطن در صوفیه به خاک سپرده شد. یادش گرامی.